رنگ از همه رنگ، شهرها رو ببین با مردم مبتلا، شهرها رو ببین با مردم کیسیا که همه یک جور میخندن و آسون دل میبندن و تو همه این شهرها هنوز گل در میاد. بیا و خوب تماشا کن، شهرمون شهر فرنگه، قصه هاش چقدر قشنگه، مردمش دودلی اما تصمیم میگیری بری سمت. چشمتو که میبری سمت دایره جعبه فلزی، یه دستی میکشه تو رو داخل، میبرتت اونقدر. 2-3 تا انار قل میخوره میاد تو حوضچه. اون ور از قراقا بساط کرده داره تخم گیشنیز و شنبلیله میفروشه. چشمت میخوره به مامان زری یه خورده جلوتر چادرشو با یه دستش گرفته و با دست دیگرش آب میپاشه رو مینا و مهدی. اون دوتا هم میدون دنبالش و زری پا میذاره به فرنگ. اون طرف بازار اقدس خانم که تازه از فرنگ برگشته با خواهر شوهرش داره میره خرید. چشمش زری و دوستش میکنه. یه واه واه غلیظی میگه و سر تا پاشونو با تمسخر نگاه. علی کوچیکه داداش زری داره ساز تمرین میکنه. اقدس خانم میرن سمت محمد لبو فروش و آقا حسام که عسلای ناب داره. صابر از صبح حواسش سمت زریه. چند کیلو سبزی میبره میده مامانش و خاله ها. میگه هوس آش کردن. خونواده دست به کار میشن واسه پسر شاخ شمشاد آش میپزن. دیگه مامان زری و زنای محل در حال سبزی پاک کردن و پیچ هستن. صابر از اون بر با 2 تا کاسه آش میاد وارد کوچه میشه. زری با دیدن صابر رنج میره دلش. صابر یه نگاهی میکنه و کلاشو میندازه بالا و سرم میندازه پایین و که حاج خانم ما اومدیم رو بگیم. دیگه زنای محلم که خودتون میدونین چه خبره دیگه زری که دلش برای صابر ضعف رفته و اینا میدوی خودشو مرتب میکنه از پلا میاد پایین